ساکنان ناحیه شهرنو با برنامه جالب و رنگین این جشن بزرگ را خیلی خوب استقبال نمودند. اهالی 7 جماعت و شهرک ناحیه شهرنو در این روز نمونه دستاوردهای تمام ساحه‌های خواجگی خلق را به نمایش گذاشته بودند. نمایندگان مهمانان سرول از این نمایشگاه دیدن نموده برای زحمت‌های دهقانان و کشاورزان بهای بلند دادند. بعداً در ورزشگاه ناحیه که نزدیک به 5000 ساکنان جمع آمده بودند برنامه فرهنگی آغاز گردید. سرول رئیس ناحیه شهرنو به سخن برآمده مردم ناحیه را به 28مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده قید نمود که تاجیکستان محض با شرافت استقلالیت همچون عضو برابر حقوقی جامعه جهانی اعتراف گردید و در خریطه سیاسی دنیا با همه مقصودهای دولتداری معاصر ارز هستی نمود. بعداً نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان اکرمزاده یوسف تمام ساکنان ناحیه را از نام اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت کشور امامعلی رحمان تبریک نمود. قید کرده شد که 28 سال قبل ملت کهن بنیاد و صاحب فرهنگ تاجیک صاحب دستاورد بزرگ و مقدس استقلال دولتی شدند. قابل ذکر است که در این چالبینی مهمانان از ولایت سرخندروی جمهوری ازبکستان نیز اشتراک داشتند. ضمن سخنرانی خویش کل مردم ناحیه را تبریک نمودند. از طرف رهبری مقامات ناحیه شهرنو به یک چند نفر کارمندان فعال کسب و کاری گوناگون افتخارنامه و سپاسنامه سپرده شد. بعداً در اینجا گذشت نمایش ادانه دایر گردید. از جانب جوانان ناحیه بانوان، سربازان و افسران قسم‌های حربی، شعبه فرهنگ، شعبه معارف، 7 جماعت و دهات شهرک، کارخانه‌های استحصالی، بیمارخانه مرکزی ناحیه، ورزشگران و خواجگی‌های دهقانی با دستاوردهای خود از نمایش ادانه گذشتند. برنامه تئاتر کننده شده شعبه فرهنگ ناحیه شهرنو که از شعر و ترانه، رقص‌های جالب، سرود موسیقی دلنواز و صحنه‌های تماشاباب عبارت بود پسند همگان گشت. اینچنین در چالبینی مطربان و سرندگان کشور اشتراک نموده با پیشنهاد ترانه‌های وطن دوستانه که انسان را به حفظ و پاسداشتن نعمت بی‌بهای زمان صاحب استقلالی تلقین می‌نماید خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. همینطور تنتنه‌های جشنی در ناحیه شهرنو تا دیرگاه ادامه یافت.